الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى صحابته الأوفياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوفا. وبعد، دوستانی مکرم و معزز بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان هستم در قسمت 103 برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه چند قسمتی گذشته در مورد احکام جنایز است که در چند قسمتی گذشته در مورد غسل دادن میت و همچنین تکفین میت و احکامی که متعلق به غسل و تکفین میت است و همچنین بعد از او در مورد حکم نماز بر بالای میت و فضیلت نماز بر بالای میت و حکم نماز بر بالای طفل و کسی که سقط می شود و همچنین کسانی که بر بالای از اونها نمازی میت خوانده نمی شود یا امام بر بالای از اونها نماز میت را نمی خواند اما دیگر مسلمان ها می خوانند، کسانی که اهل معاصی و فاسق هستند یا کسی که خودکشی میکند یا کسی که در حدی از حدود الله متعال کشته می شود. این احکام و مسائل را در چند قسمتی گذشته در روشنایی احادیث گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کرده بودم و در این قسمتی از برنامه در مورد نماز خواندن بر بالای قبر بعد از دفن میت و همچنین در مورد نماز غایبانه و در مورد خواندن نماز جنازه در مسجد خدمت شما خواهم بود و این احکام و مسائل را در روشنایی احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان خواهم کرد. در مورد نماز خواندن بر بالای قبر بعد از دفن کردن میت احادیث متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این کار را کردند که مرده بعد از دفن شدن مرده رفته بر بالای قبر از او نماز جنازه را خواندند و لذا اتفاق علما بر این است که اگر شخصی میمرد و شخص دیگری یا مجموعه از اشخاص از اقاربی از او، از همبستگانی از او، از رفقا و اصحابی از او، از شناخته های از او در جنازه نمی رسند یا جنازه از پیششان فوت می شود و دفن می شود و بعد از او می توانند که در بالای قبر از او رفته بر بالای از او نماز جنازه بخوانند. از جمله این حدیث متفق علیه است از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که ایشان می فرمایند ان امرأة كانت تقم المسجد، خانمی بود که خدمت مسجد را میکرد، مسجد را پاککاری میکرد در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. فسأل عنها النبی صلی الله علیه و سلم، یک روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از ایشان پرسان کرد که این خانمی که مسجد را جارو میکند، مسجد را پاک میکند، این کجا هست؟ فقالوا ماتت، صحابه کرام فرمودند که این خانم وفات کرد. فقال افلا کنتم آذنتمونی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که پس چرا شما من را خبر نکردید که من در جنازه ازی حاضر می شدم و بر بالای ازی نماز جنازه را می خواندم. و بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که دلونی علی قبرها، قبر ازی را برای من خبر بدهید، من را بر قبر ازی دلالت کنید، قبر ازی در کجا هست؟ فدلوه فصلی علیه، قبر از این خانم را به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشان دادن و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بالای قبر از او بر بالای این خانم نماز جنازه خواند. و در روایت دیگری هم آمده در امام مسلم که بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه بر بالای قبر این خانم نماز جنازه خواندند فرمودند ان هذه القبور مملوءه ظلمه علی اهلها، این قبرها پر از تاریکی هاست بر اهلش، یعنی داخل این قبرها تاریکی هست. و ان الله ینورها لهم بصلاتی علیهم، وقتی که من بر بالای این قبرها نماز میخوانم به برکت نماز من الله متعال داخل این قبرها را بر اصحابش، بر کسایی که داخل قبر هستند، بر مرده ها روشن و منور می سازد. و این خانم در روایت آمده در روایت امام بیهقی که نامش ام محجن بود و کسی بود که مسجد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جارو میکرد و پاککاری میکرد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از مردن این خانم خبر شدند
و چون نماز جنازه بر بالایش نخوانده بودند رفته بر بالای قبر ایشان نماز جنازه خواندن و این دلالت میکند به جواز این امر. و همچنین امام بیهقی روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که از مدینه منوره از مکه مکرمه به مدینه منوره آمدن، چون تعدادی از صحابه قبل از ایشان به مدینه منوره آمده بودند که از جمله این صحابی بود به نام برا بن معرور و ایشان قبل از آمدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مریض شدند و در مدینه منوره وفات کردند. و وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره آمدن در مورد ایشان پرسان کردند که این برا بن معرور کجاست. صحابه کرام فرمودند که آنها وفات کردند و قبل از وفاتشان به تو جز وصیت کرده بود، یکی اینکه رویشان به طرف قبله گردانده شد در وقت وفات و دوم اینکه ثلث مالش به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم داده شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد وصیت اولش فرمود که اصحاب الفطره، این کاری خوبی کرده، کاری که مطابق فطرت بوده. و در مورد وصیت دومش فرمود که این ثلث مالش را من به اولادهایش میگردانم تا که آنها از این استفاده کنند. و بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کرد که قبر ایشان کجاست. قبر ایشان به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشان داده شد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفته بر بالای قبر این صحابی جلیل القدر برا بن معرور نماز خواندند. و در بعضی روایت ها میاد که این واقعه بعد از یک ماه از وفات ایشان بود، یعنی بعد از وفات ایشان یک ماه بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفته بر بالای قبر آنها نماز خواندن، نماز جنازه را بر بالای قبر ایشان خواندن. و همچنین امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ان نبی صلی الله علیه و سلم صلی علی غلام الانصاری الذي دفن لیلا ولم یشعر به. یک پسر بچه انصاری که وفات کرده بود، از طرف شب وفات کرده بود، صحابه کرام آنها را دفن کردند چون از طرف شب بود، بعد از نماز عشا و خفتن بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را خبر ندادند و خودشان بر بالای از اون نماز جنازه خوانده دفن کردند. وقتی که صبح شد در مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کرد و گفتند که شب وفات کرده بود، ما نماز جنازه از را خواندیم و او را دفن کردیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رفتند بر بالای قبر از او و در سر قبر از او نماز جنازه را ادا کردند و نماز جنازه را خواندند. و همچنین در حدیث متفق علیه آمده از ابن عباس رضی الله عنه که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم انتهى الى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر اربعا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دید که یک قبر تازه هست، قبری است که نو مرده در داخل ازی دفن شده، تازه است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه بر بالای از اون نماز جنازه خواندن و صحابه‌ای که مرافق با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند صف بسته کردند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 4 تکبیر گفتند و بر بالای از این قبر نماز جنازه را خواندند. لذا علما اتفاق نظر دارند که اگر شخصی وفات میکند اقارب و همبستگان از او به نماز جنازه نمیرسند، میتونن که بر بالای قبر از او رفته در سر قبر از او نماز جنازه را بخوانند. اما در مورد از اینکه تا چی وقت میتونن بخوانند، تعداد از علما گفتن که تا به 1 ماه، همچنان که در روایت حدیث برا بن معرور آمده، و تعدادی هم گفتن که تا که قبر از او تازه هست، همچنان که در این حدیث عبدالله ابن عباس آمده که در حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله دیدن که قبر تازه است، بر بالای از او نماز جنازه خواندن. و اکثر علما رایشان است که این امر مفتوح است، هر وقت میتواند که بر بالای قبر رفته نماز جنازه بخواند و محدد به وقتی نیست. اما در مورد جنازه غایبانه، آیا شخصی در شهر دیگری وفات میکند، در مدینه دیگری وفات میکند، میتواند که مسلمان ها در شهر دیگری بر بالای از او نماز جنازه بخوانند؟ در این مورد فقط یک حدیثی بر روایت های متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده و او نماز خواندن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز غایبانه را بر نجاشی بوده که نجاشی پادشاه حبشه بود. وقتی که وفات کرد، در همان روزی که وفات کرد، در همان روز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صحابه کرام را در مدینه خبر کردند، گفتند که نجاشی برادر شما، برادر مسلمان شما نجاشی وفات کرده و صحابه کرام را گرفتند بیرون شدند و در مصلی بر نجاشی نماز غایبانه خواندند و این در روایت های متعددی آمده. بنا به این حدیث، به این روایت ها این حدیث، عده از علما رأیشان به این است که نماز غایبانه خواندنش مشروع است و اشکالی ندارد. و این حدیث متفق علیه است از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که ایشان فرمودند ان النبی صلی الله علیه و سلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فیه،
که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در آن روزی که نجاشی وفات کرده بود، در همان روز از موتی از او، از مرگ از او صحابه کرام را خبر دادند و خرج بهم الى المصلى فصف بهم و رسول اکرم صلی الله علیه و صحابه کرام را گرفتن به طرف مصلا رفتن که مراد از یا مصلا است که در اون نماز عیدگاه را میخواندن که فعلا به نام مسجد قمامه است، یا مراد از مصلا جای خاصی بوده برای جنایز که در اونجا رفته رسول اکرم صلی الله علیه و جنایز را میخواندن. صحابه کرام را گرفتن و رفتن در این مصلا و فصف بهم، آنها را به چند صف تقسیم کردن و صف بسته کردن و کبر علیه اربعا و 4 تکبیر گفته برای نجاشی نماز جنازه خواندن. و در بعضی روایات تصریح به نام این نجاشی آمده که نامش نام نجاشی، چون نجاشی لقب و صفتی است بر هر پادشاه، لقب و صفتی بود بر هر پادشاهی که بر بالای حبشه حکمرانی میکرد. هر پادشاهی که در حبشه حکمرانی میکرد لقب از او را نجاشی میگذاشتن، همچنانی که هر پادشاهی که در فارس حکمرانی میکرد نامش در فارس حکمرانی میکرد نامش کسری می بود و در روم حکمرانی میکرد نامش قیصر می بود. کسی که در حبشه حکمرانی میکرد لقبش نجاشی می بود و نامش در بعضی روایت ها آمده که نام این نجاشی اسحمه بوده. وقتی که این مسلمان ها به حبشه هجرت میکنند و حضرت جعفر ابن ابی طالب اسلام را عرض میکند، این پادشاه حبشه مسلمان میشود و لیکن در زندگی خود با رسول اکرم صلی الله علیه و ملاقات نمیکند، لذا این را مخضرم میگویند. کسی که با رسول اکرم صلی الله علیه و ایمان آورده باشه و رسول اکرم صلی الله علیه و را در زندگی خود ندیده باشه، این را صحابی مخضرم میگویند. از جمله صحابیای مخضرم بود. وقتی که وفات میکنه رسول اکرم صلی الله علیه و بر بالای آنها نماز جنازه میخوانند. علما از این حدیث چند استنباط کردن. اول اینکه نعی یا خبر دادن مرده وقتی که برای نیاحت نبوده باشد بلی مفاخره نباشد جواز دارد، همچنان که ما قبلا این موضوع را بیان کردیم. دوم اینکه حدیث دلالت به میکنه که نماز جنازه افضل و بهتر است که در مصلا خوانده شود نه در مسجد، و در موردی که در مسجد خواندن جواز ندارد در ما در قسمت آینده بیان خواهم کرد. در این مورد با مستدل با احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و وارد شده. و استفاده سوم از این حدیث این می شود که افضل و بهتر است که نمازگزارها به چند صف تقسیم کرده شوند، 2 صف یا 3 صف یا 5 صف یا 7 صف، صفهای طاق تقسیم کرده شوند. و فایده چهارم این حدیث این است که در نماز جنازه 4 تکبیر گفته می شود و در مورد تکبیرات نماز جنازه در آینده در روشنایی حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و خدمت شما بیان خواهم کرد که 4 تکبیر هم وارد است و 5 و 6 هم و از رسول اکرم صلی الله علیه و وارد است، لیکن بیشتر 4 تکبیر از رسول اکرم صلی الله علیه و آمده. و این حدیث هم دلالت میکند به معجزه از معجزات رسول اکرم صلی الله علیه و که رسول اکرم صلی الله علیه و در عین روزی که نجاشی وفات میکند، با وجودی که در بین مدینه و حبشه فرسخها مسافت است، در عین روز رسول اکرم صلی الله علیه و از وفات آنها صحابه کرام را خبر میدهد و این دلالت به معجزه رسول اکرم صلی الله علیه و میکند. و استفاده ششمی از این حدیث این است که این حدیث دلالت میکند به مشروعیت نماز جنازه بر بالای میت غایب و در مورد مشروعیت نماز جنازه بر بالای میت غایب عده علما اختلاف دارند، عده آن را مشروع میدانند جواز میدن و عده جواز نمیدهند که بعد از دیدن یک میانه برنامه کوتاه این اقوال علما را خدمت شما بیان خواهم کرد. با ما باشید.
آنان اعمال زشتشان را از مردم پنهان می کنند، ولی نمی توانند اعمال ناپسندشان را از الله پنهان نمایند. و آنگاه که شب را در تدابیر و سخنانی می گذرانند که الله نمی پسندد، الله با آنهاست و الله به اعمالشان احاطه کامل دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترامات مجدد خدمت شما عزیزان هستم. گفتم که در مورد نماز غائبانه بر بالای میت فقط یک حدیث با روایت های متعددی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز غائبانه را بر بالای نجاشی هنگامی که در حبشه وفات کرد خواندند. و بنابراین حدیث متفق علیه است، حدیث صحیح است. عده از علما، اکثر علما تقریبا امام شافعی و امام احمد بن حنبل و اکثر علمای اهل حدیث رأیشان این است که خواندن نماز جنازه بر بالای میت غایب مطلقاً جواز داره، بدون قید شرط جواز داره. هر مسلمانی میتواند که بر بالای مسلمان دیگری نماز غایبانه بخواند. بنا به این حدیث متفق علیه که روایت متفق علیه خدمت شما تقدیم کردم و روایت های دیگری هم آمده، از جمله روایتی که از جابر بن عبدالله روایت شده که فرمودن النبی صلی الله علیه و سلم صلى علی اصحمة النجاشی فکبر علیه اربعا، که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای اصحمه نجاشی، گفتیم که نجاشی لقب هر پادشاهی بود که بر حبشه حکمرانی میکرد و این پادشاهی که بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آورده بود این پادشاه نامش اصحمه بود. بر بالای از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز غایبانه خواند و 4 تکبیر گفت. و همچنین در روایت دیگری میآید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند توفی الیوم رجل صالح من الحبش، امروز یک مرد صالح از حبشه وفات کرده، فهلموا فصلوا علیه، بیاین که ما بر بالای از او نماز غایبانه را بخوانیم. راوی میگه که فصففنا خلفه فصلى و نحن صفوف، ما چند صفی پشت رسول اکرم صلی الله علیه و بسته کردیم و ما بر بالای ملک حبشه نجاشی نماز غایبانه را خواندیم. و در مسند احمد آمده که راوی میگه نعن نجاشی لاصحابه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نجاشی را نعی کردن، خبر دادن به اصحاب خود که نجاشی وفات کرده و بعد از او فرمودن که استغفروا له، شما طلب مغفرت کنین برای این شخص. ثم خرج باصحابه الى المصلى، و بعد از او یاران خود را گرفته به نمازگاه رفتند. ثم قام فصلى بهم كما يصلي على الجنازه، بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم استاد شدند و همچنان که به یک جنازه حاضر نماز می‌خواندند بر بالای این جنازه غایب، جنازه نجاشی، نماز خواندند. و همچنین امام احمد و امام ترمذی و امام نسائی از صحابی دیگری عمران بن حسین روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان اخاکم النجاشی قد مات فقوموا فصلوا علیه، برادر دینی شما نجاشی وفات کرده، شما استاد شوند بر بالای از او نماز غایبانه بخوانید. از راوی میگه که فقمنا فصففنا علیه کما یصف علی المیت، ما استاد شدیم همچنان که وقتی که مرده حاضر می بود ما صف بسته می کردیم، همچنین ما صف ها بسته کردیم. و صلینا علیه کما یصلی علی المیت، و نماز جنازه غایبانه را ادا کردیم همچنان که یک نماز جنازه حاضر را ما ادا می کردیم. این هیچ فرقی نبود در بین این جنازه‌ای که ما غایبانه خواندیم و جنازه‌ای که حاضر می خواندیم، هیچ فرقی نبود. همچنان که بر بالای یک میت و مرده حاضر ما نماز جنازه می خواندیم، بر بالای این میت و مرده غایب که نجاشی بود نماز جنازه را ما با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خواندیم. و همچنین علما گفتند که چون نماز جنازه خودش دعا و استغفار است و دعا و استغفار در حق هر مرده چه غایب باشد چه حاضر سنت مستحب است که کرده شود، لذا مشروع است که نماز جنازه را هر انسان غایبانه بخواند و هیچ اشکالی ندارد. اما علمای احناف و علمای مالکی رحمت الله علیهم رأیشان این است که این یک واقعه خاص است، در مورد خاصی وارد شده و این تعمیم شده نمیتواند،
لذا نماز جنازه خواندن مطلقاً روا نیست بر جنازه غایب. البته چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر این کار را کردن که نجاشی در حبشه وفات کرد و در حبشه دیگر مسلمان ها نبود و کسی نبود که بر بالای از او نماز جنازه بخواند، لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز جنازه غایبانه را برای او خواندند. و همچنین گفتند که در بعضی روایت ها آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مکاشفه شد برای ایشان، به شکلی بود که جنازه آنها را دیدند، مثل که جنازه آنها نجاشی در پیش رویشان بود، برشان مکاشفه شد. در اثر مکاشفه جنازه نجاشی را دیدن و بر بالای از او نماز غایبانه را خواندن و این حکم خاصی بوده و این تعمیم نمیشه و در حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این چیز تکرار نشده بوده و بعد از او دیگر صحابه که در دیگر شهرها وفات کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینطور نشده که برای از اونها نماز غایبانه خوانده باشد. و یا در عهد خلفای راشدین که صحابه و سرلشکرها که در دیگر شهرها وفات کردند، خلفای راشدین این کار را نکردند که در مدینه بر بالای از اونها نماز جنازه غایبانه خوانده باشند، لذا این امر خاص بوده و این تعمیم نمی شود. و عده از علما هم از جمله امام ابن عبدالبر گفتند که اگر در نفس روز بوده باشد جواز دارد، اما اگر تأخیر شود جواز ندارد، چون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در امو روز نماز جنازه را بر بالای نجاشی خواندند که در او روز وفات کرده بود. و عده علما از جمله ابن حبان گفتند که اگر شهری که شخص وفات کرده اون شهر به طرف قبله بوده باشد، نماز جنازه بر بالای از او خواندن جواز دارد و اگر نباشد جواز ندارد. لیکن بیشترین محققین از جمله ابن تیمیه رحمت الله علیه، ابن تیمیه رحمت الله علیه و ابن قیم شاگردشان و همچنین امام ابو داود رحمت الله علیه و امام احمد در یک روایت و علمای محققین زیاد رأیشان این است که اگر مرده در شهری بوده باشد که در اون شهر مسلمان ها موجود نباشد یا مرده به شکل مرده باشد که کسی بر بالای از او نماز جنازه را نخوانده باشد، در اون صورت بر مسلمان ها مشروع است که نماز غایبانه را بر سر از او بخوانند، همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز غایبانه را بر بالای نجاشی خواندند، چون در حبشه کسی مسلمان نبود که بر بالای از او نماز جنازه را بخواند، لذا مسلمان ها با امامت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مدینه نماز جنازه را خواندند. و اگر نماز جنازه که خوانده شود بر بالای از او دیگر مشروع نیست که دوباره غایبانه خوانده شود و این رأی اکثر محققین است و این رأی ان شاء الله تعالی رأی راجح است. و امام ابو داود وقتی که این حدیث را می آورد ضمن بابی می آورد که میگه که باب الصلاة علی المسلم یلیه اهل الشرک فی بلد آخر، باب نماز خواندن بر بالای مسلمانی که چهار اطرافی از او مشرکین هستند، در شهر مشرکین قرار دارد، چهار اطراف مشرکین هستند، کسی نیست که بر بالای از او نماز جنازه بخواند، میتواند که مسلمان ها در شهر دیگری بر بالای از او نماز جنازه غایبانه را بخوانند. لذا همچنان که قبلا گفتم خلفای راشدین این کار را تکرار نکردند با وجود که سرلشکرهای مسلمان ها در شهرهای دیگر، در شهرهای شام و مصر و فارس به شهادت رسیدن و وفات کردند، بازم خلفای راشدین در مدینه بر بالای جنها نماز جنازه نخواندند، چون در آنجا مسلمان های دیگری بود که ایشان را نماز جنازه خواندند و دفن کردند. لذا اگر متوفا یا میت در بین مسلمان ها وفات میکند دیگر نماز جنازه خوانده غایبانه نماز جنازه غایبانه خوانده بر بالای از او نمیشود. اما اگر در شهری باشد که در آنجا همه مشرکین باشد یا کسی بر بالای از او نماز جنازه نخواند، در اون صورت نماز جنازه خواندن مشروع است که برای از او نماز جنازه در دیگر شهر خوانده مسلمان ها بخوانند و خوانده شود. و اما در مورد خواندن نماز جنازه در داخل مسجد، اصل این است که نماز جنازه در بیرون مسجد، در مصلی، در جای نمازگاه یا جایی که مختص برای نماز جنازه است بیرون مسجد در آنجا خوانده شود و این افضل و بهتر است. اما در مورد خواندن نماز جنازه در داخل مسجد جواز دارد یا ندارد، رأی جمهور علما این است که جواز دارد، با وجود که افضل این است که در بیرون مسجد خوانده شود، لیکن اگر در داخل مسجد هم بخوانند جواز دارد، چون این در احادیث ثابت شده است، از جمله حدیثی که امام مسلم رحمت الله علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکند که ایشان فرمودند والله لقد صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ابنی بیضاء فی المسجد، خانمی بود به نام یا که لقبش یا صفتش به نام بیضا بود و نامش دعد بود، دو پسری داشت به نام سهل و سهیل و نام پدرشان هم بود وهب بن ربیعه. این دو پسر وفات کردند. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها میفرمایند که وقتی که این دو پسر وفات کردند
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز جنازه ایشان را در داخل مسجد خواندند و در روایت دیگری میگه که این سخنان را حضرت عایشه صدیقه وقتی گفت که حضرت سعد بن ابی وقاص وفات کردند و مردم در بیرون مسجد نماز جنازه ایشان را خواندند و حضرت عایشه صدیقه تقاضا کردند که جنازه ایشان داخل مسجد آورده شود تا که آنها هم بر بالای حضرت سعد بن وقاص نماز جنازه بخوانند و صحابه کرام که در وقت بودن انکار کردند، گفتند که جنازه در بیرون مسجد خوانده می شود. حضرت عایشه صدیقه گفتند که ما اسرع ما نسی الناس، چقدر مردم زود یادشان می رود. والله لقد صلى رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابن بیضاء فی المسجد، قسم به الله که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر بالای دو پسری بیضاء که سهل و سهیل بود در داخل مسجد نماز جنازه را خواندند و این اشکالی ندارد. و همچنین امام عبدالرزاق رحمت الله علیه در مصنف خود روایت میکند که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی وفات کردند، حضرت عمر رضی الله عنه در داخل مسجد نماز جنازه ایشان را خواندند و در داخل حجره ام المؤمنین عایشه در کنار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را دفن کردند. و همچنین امام مالک رحمت الله علیه در موطا روایتی آورده که وقتی که حضرت عمر رضی الله عنه بعد از اینکه زخم برداشتند وفات کردند، حضرت صهیب رومی در داخل مسجد جنازه ایشان را خواندند و در حجره حضرت عایشه در پهلوی دیار خود حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دفن کرده شدند. لذا این حدیث دلالت به این میکند که این اشکالی ندارد. افضل و بهتر است که در خارج از مسجد در مصلی خوانده شود، اما اگر در داخل مسجد هم میخوانند اشکالی ندارد و این از فعل صحابه و از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. و عده از علما از جمله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن که در داخل مسجد داخل کردن جنازه مکروه است و جنازه داخل مسجد باید کرده نشود و لذا در داخل مسجد خواندن جنازه مکروه است، باید جنازه در بیرون از مسجد خوانده شود. همچنین که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقت هنگامی که خواستن نماز جنازه بر بالای نجاشی بخوانند، صحابه کرام را گفتن بیرون مسجد در مصلی رفته نماز جنازه خواندن. و همچنین استدلال کردند به حدیث دیگری که امام ابو داود رحمت الله علیه را روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلى علی جنازه فی المسجد فلا شیء علیه، کسی که بر بالای جنازه در داخل مسجد نماز میخواند هیچ اجر و ثوابی ندارد. لیکن حدیث را امام احمد و علمای دیگری حدیث ضعیف میشمارند، گفتند که در سند راوی ضعیف است و یا اینکه معنای حدیث این است که کسی که نماز جنازه را در داخل مسجد میخواند اما جنازه را تشییع نمیکند ثواب از اون نقص می شود، یعنی ثواب کامل را نمیگیرد. ثواب کامل را کسی میگیرد که هم نماز جنازه را بخواند در داخل مسجد و هم جنازه برادر مسلمان خود را تشییع کرده تا به قبرستان ببره و در قبر او را بگذارد. لذا این بنابراین حدیث امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رأیشان این است که نماز جنازه در داخل مسجد خواندنش مکروه است، اما جمهور علما رأیشان این است که هیچ اشکالی ندارد، چون این امر هم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است و هم از صحابه کرام و هیچ اشکالی ندارد. و در مورد اینکه که امام در کجا ایستاد شود وقتی که میخواهد که نماز جنازه بخواند، امام در کدام قسمتی ایستاد شود، یا در برابر سینه مرده ایستاد شود، در برابر سرش ایستاد شود، در کمر ایستاد شود. و همچنین در مورد اینکه نماز جنازه وقتی که خوانده می شود بعد از خواندن نماز در مورد تکبیرات نماز جنازه که در مورد در داخل نماز جنازه چند تکبیر باید گفته شود، 4 تکبیر، 5 تکبیر، 6 تکبیر و افضل کدام است و حدیثی که در این مورد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وارد شده. این حدیث را و این احکام را ان شاء الله تعالی در قسمت آینده برای شما بیان خواهم کرد، چون الان وقت برنامه ما به پایان رسیده. تا وقت الله حافظ و نگهبانتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.